شوکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان و حقوقدان شناخته هنوز در بازداشتگاه موقتی نگاه داشته می شود. روز 12 ایول امسال دستگیر گردید. نزدیکانش میگویند از آن لحظه تا حال با او به بازداشتگاه خوراکولی باز میبرند. مقامات رسمی دلیل های تاکنون در بازداشتگاه نگاه داشتن این سیاستمدار را توضیح نمیدهند. همکاران همین موضوع را پیگیری کردند و خلاصه خبرهای پیدا کرده آنها را همکارم مومین احمدی شهر میدهد که حالا در استودیو در بری من است. سلام مومین، خب دلیل نگهداری طولانی شوکرجان حکیموف را چی گفتند؟ سلام شهلا، سلام بینندگان عزیز. یک منبع نزدیک به تفتیشات با شرط ذکر نشدن نامش روز 3 سپتامبر گفت یکی از دلیل ها این است که شوکرجان حکیموف هیچ اتهام را نپذیرفته است. قانونگذاری تاجیکستان نگاه داشتن یک شخص گمانزد را به جنایت در توقیفگاه همگی 72 ساعت اجازت می‌دهد. بعد از آن باید دستور یا سانکسیای بازداشت او صادر شده با قرار دادگاه به بازداشتگاه موقتی یا سیزو فرستاده شود. مقامات تاجیکستان نمیگویند که معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات به چی متهم است. یوسف رحمان دادستان کل روز 9 آگوست در نشست خبری گفته بود بازداشت حکیموف به قضیه سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان و رئیس پیشین حزب دموکرات تاجیکستان ربط دارد. عثمانزاده را رسما با کوشش تبادلات دولتی و غصب حاکمیت متهم می‌دانند. اما منبع نزدیک به تفتیشات میگوید یکی از اتهام‌ها در پرونده شوکرجان حکیموف به اظهار نظرهای او در پیوند بر روابط تاجیکستان و چین در رسانه‌ها مربوط است. یوسف رحمان دادستان کل تاجیکستان در نشست خبری گفته بود که به ضد شوکرجان حکیموف و افراد دیگری بازداشت شده پرونده جنایی باز شد، ولی مشخص نگفت که بر اساس کدام بند قانون جنایی. او تنها گفت که قضیه همه شخصان بازداشت شده به یکدیگر علاقمندی زیج دارند. تاکنون نزدیکان شوکرجان حکیموف موفق نشدند که او را بینند. تنها وکیل مدافع توانسته است که با او گپ زند. مومین، آیا جزئیاتی از پرونده شوکرجان حکیموف و سعید جعفر عثمانزاده و دیگر همراهانش دسترس شده است تا به حال؟ ببینید شهلا، مقامات تاجیکستان با پرونده شوکرجان حکیموف و بازداشت شده های معروف مهر مخفی زدند. تا این دم دادستان کل تاجیکستان بازداشت سعید جعفر عثمانزاده رئیس پیشین حزب دموکرات، اکبرشاه اسکندرов رئیس پیشین شورای عالی، همراخان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجه تاجیکستان، شوکرجان حکیموف معاون اول رئیس حزب سوسیال دموکرات و احمدشاه کاملزاده روزنامه‌نگار و معاون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان را تایید کرده است. یوسف رحمان درباره باز شدن پرونده علیه چند نفر دیگر خبر داد ولی از آنها نام نبرد. بازداشت این افراد در ماه ایون سر شد. دادستانی روز 14 ایون خبر داد که سعید جعفر عثمانزاده که بیشتر به حمایت از حکومت نام برآورده بود، روز 12 ایون دستگیر شده است. با پیشنهاد دادستانی کل روز 14 ایون وکیلان پارلمان او را از دخل ناپذیری یا مسئولیت وکیلی محروم کردند. نزدیکان و وکیلان دفاع این افراد بازداشت شده از صحبت با و همکاری با رسانه‌ها خودداری میکنند و میگویند به دلیل مخفی بودن پرونده حقی آشکار کردن جزئیات آن را ندارند. فهمات، تشکر مومین برای صحبت فراگیر.